خدا رحمت کنه دوستان خدا را میگن ای برادر دور باش از یاری بد. یاری بد میگه دور باش. برای چی؟ ای برادر دور باش از یاری بد. یاری بد بدتر بود از ماری بد. ماری بد تنها تو را بر جان زند، یاری بد بر جان و بر ایمان زند. حضرت سعدی را خدا رحمت کند میگه دلارام باشد زنی نیکخواه، ولیکن از زنی بد خدایا پناه. زنی خوب میگوید حضرت دلارام باشد. زنی خوب بسیار دل آرام میکند، بسیار عصب آرام میکند، بسیار وقتی مرد خوش میکند. زنی که اگر دلارام باشد، زنی گویم که مسلمان باشد، زنی که خدا ترس باشد، زنی که همه کمبودی های خانه را از حساب الله بیند. ولیکن از زنی بد خدایا پناه. لیکن از زنی بد گفته است پروردگارا به سوی تو پناه طلب میکنم. تهی پای رفتن به از کفش تنگ، بلای سفر به که در خانه جنگ. حضرت گفتن تهی پای رفتن به از کفش تنگ. همین پاپوشی که تنگ باشد، همین پای افضالی که پای انسان میزند، گفته است از این گونه پای افضال پوشیدن نپوشیدنش بهتر. گفته است اگر همین خلزن ناسپاس، همین خلزن نادرست، همین خلزنی که به قدر فرزنده و شوهر نرسد، از این خلزن در نابودنش بهتر است، نداشتنش بهتر است. بلای سفر به که در خانه جنگ. همین سفر از بلا خالی نیست. همین گفته از دائم سفرکی باشی و مادامی که اگر در خانه دائم جنگ باشد، اگر خانه دائم نارام باشد، دائم خانه ناسالم باشد، دائم خانه در گویم گفت و شنیدهای ناخوب باشد، از این در گفته است برای این خیل مردی که این خیل زن داشته باشد، همین دائم در سفر باشد، این بهتر است. به زندان قاضی گرفتار و به، که در خانه بینی در ابرو گره. حضرت سعدی را خدا رحمت کند. زندان قاضی را میدانیم، رنگی زندان هایی که امروز تلویزیون داره و گویم که کراوات داره و خوراک جا داره و حاجت خانه داره و همه شرایط داده است، این خیلی زندان نیست. زندان قاضی هم رگ راست میکنن زمینه، از هم بالا 10 متر از 15 متر از میپرتویند. در همونجا از بالای سر کشاده است، کدام وقتی خواهن آبد میتاند گفته یک جای خیلی با مشقت، جای وزنین، در یک جایی که پا دراز کرده خواب کرده نمیتانی. حضرت گفته است همین خیل جای بهتر است. گفته است زمانی که اگر خانه روی و زن تا اگر نگاه کنی که در ابروش گره باشد، اگر قواق در زن باشد، پیشوازی تو با گره ابرو باشد، از این خیل زن نگاه کردن و از این خیل خانه در آمدن همون زندان قاضی بهتر است.